به به با یا بالفس یا بالفس یا بالفس یا بالفس. هولی شیت چرا انقدر تاریک شده جی؟ تو جون مادرت چی اینجا باید چیکار کنم؟ از کجا باید بریم بیرون حالا؟ سلام و درود رفقا، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امیدوارم که هر جا از این حالتون خوب باشه. خدمتتون عرض شود آقا، امروز اومدیم بازی ترسناک کنیم. خدمتتون عرض شود چه شد که رسیدیم به این بازی. با خودم گفتم ما دو پارت الدن رینگ گذاشتیم یکم تفاوت ایجاد بشه و اینا، و با خودم گفتم فکر کنم ایده چی پیدا کنم برای ویدیو ساختن. 3 روزی فکر کردیم و فهمیدیم اونجا مغز من تارنکبود بسته و نمیتونه ایده در بیاره. گفتیم اشکال نداره، میریم توی حالا یوتیوبی استور کنسولی میگردیم و اینا، شاید یه گیمی پیدا کردیم رایگان باشه و بتونیم براتون ویدیوشو بسازیم، هم بخندین هم سرگرم بشین. و رسیدیم به این گیم زیبایی که دارید میبینید. اسمش هم سخت نمیدونم چی. و بله دیگه زیاد صحبت نمی کنم. حتما چنلمو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل بزنید و این ویدیو رو لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نپره. و خدمتتون عرض شود اینستاگرام هم همین بغل میاد، میتونید فالو کنید. این کار شما به شدت به من انرژی میده که یوتیوبم رو ادامه بدم. خیلی شاکرین. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب رفقا، پلی نیو گیم رو میزنیم. نفهمیدم چی نوشت، اومدم بخونم نفهمیدم چی نوشت. به تناب. این داستان گیم عطسه قراره. کد بروز استودیو، کد برادرها استودیو. چندش مسخره. اوه من از فوبیای صدای بچه تو تاریکی دارم. یعنی صدای بچه تو تاریکی ببینم که نه بشنوم. وای البته این بازی برای من بچه بازی. من اوتلاست 2 رو تموم کردم، صدا بچه نبود. مشکل تو چیه؟ چرا این کارو میکنی داداش؟ نمیدونم به سان تو آدم بده ایم. شاید ما اون حلولایه چرا اینجوری صحبت یه ریزی استرس داریم ولی من نمیترسم داداش. چیکار داری میکنی با زنته، خواهرته، بچته؟ اوه بعدیش اینه که اول شخص گیم‌های اول شخص خیلی ترسناکه. یا هولی شیت خونش چقدر مصنوعیه. دورش زد آجی. با بچت هم این کارو میکن. وای تو عجب دیویی هستی. یه دقیقه گفتم الان میاد تو صورتمون پشمام میریزه. اوه الان دیگه نوبت ماست. ای وای چه جاییه دادی. خدا رو شکر یه دونه خواب بود. چه کیفیتی داره به عنوان 5 گیگ. خیلی کیفیت بالایی داره. چیکار باید بکنم؟ چیکار میکنه؟
پیک پشمان پیک میداد. این زوم میکنه، این چیکار میکنه؟ اینا چیکار نمیکنه؟ این میشینه. این چی؟ نگه دارم کار خاصی نمیکنه. چی باحال جی. آردو نگه میداره که شروع بازار. یکم سنسم بالا آجی، بذار سنسم رو درست کنم. دراش چقدر سخت، دراش چقدر سخت وا میشه آجی. Holy shit. Something's wrong with this place. Maybe I can find something about the previous owners in the basement. چی the character Sandy will standing in the dark for standing in the dark for too long will decrease your character's sanity. your sanity نمیفهمم چی میگه، فقط میدونم هر چی از چیز بدیه. میگه اگه اینت بیاد پایین میاد دنبالت. میگه نباید توی چیز بمونی، تارسی بمونی. من میخوام تو تاریکی نمونم داداش، ولی یا ابوالفضل من میخوام تو تاریکی نمونم، ولی خب میخوام تو تاریکی نمونم، ولی خب چاره ای نداریم دیگه، مجبور درباره میشه. تاریکه ولش کن. اینجا چقدر روشنایی زیاد آجی، مشکلی پیش نمیاد. Safe room. This room requests your progress. اینجا میگه سیو مکنی. چجوری باید سیو بکنم؟ چجوری باید سیو بکنم؟ ای وای ای وای ای وای، چجوری باید سیو بکنم؟ الان نزده اینجا save the game. سیو گیم سیو شد. اوکی دمت گیس. این در رو وا میذاریم چون خیلی جای خوبیه. turn off در رو وا کن. چیپسه؟ چیپس. پیک میتونیم بدیم آجی، پیک میدیم نمیتونیم چیز کنیم. کسی اینجاست دیو. بابا دویدنت منو کشته، پشمام ریخ آجی. دویدنت منو کشته. برق نداره اینجا؟ چرا؟ به به. یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل. وای در وا کن، در وا کن. وای 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 وای، در رو وا کن، در رو وا کن. چه باحال پایین برق داره. قلفه. زیاد بودویم خسته میشیم آجی. این که مسوی objective update.
چی میگه؟ December 23rd, 1968. It's been a difficult month. We faced challenging times with Emma. نمیفهمم چی میگه. However, I'm trying to stay strong for all of us. We will get through this. حاجی ما پایین بودیم یا اولفز به نظر میاد که باید وای دیگه برق نمیشه روشن کرد. برق دیگه نمیشه روشن کرد. قلفه سیو رومه فکر کنم اینجا بود. آره این در رو وا بذار داداش، چون اگه اینجا رو ببندی دیگه تموم است. اینم که قلفه. اینجا هم که دیدیم چیز خاصی نی. یکی نیست به این یارو بگه که اومدی خونه تسخیر شده گرفتی. این آهنگی که میزنه اعصاب آدمو خورد میکنه. یکم نمیای بیرون که بریم دیگه، چاره ای ندارم. 5 گیگ دادم این گیم رو دانلودیدم. قلف. اوه هولی شیت. Nathan? ایفن شنیدم نیست. Nathan? وای پشمام ریخ آشغال. Is everything okay? قیافه Everything's fine. Continue writing the note. میگه برو ادامه چیز تو بنویس. بدو. در حال نوشتن بودیم. عذرخواهی میکنم. About Nathan, he's been acting very weird lately. I've heard him several Times times. talking to himself as if he was talking to someone. He's also become very aggressive, and I'm starting to feel scared around him. الان اومدیم توی زمان حال ها. اون گذشته بود مثلا. خب پود بک نمیشه چیز کرد. برگرد نمیشه. خب الان باید چیکار کنم دقیقا؟ هولی شیت چرا انقدر تاریک شده جی؟ اوی وای من. خب اینجا وایسیم. نه دیوها من کنار چراغم. نگاه من کنار چراغم. بیای خیلی دیویی. چراغ صدا الان اینجا باید صدا بده نمیده. خب یک نفر داره ما رو نگاه میکنه. holy shit. همیشه بازی ترسناک اولش ترسناکه بعدش ترسناک نیست. بریم. کش چیزای برق و حفظ میگردم. چاره ای نداریم. بریم آقا. دیری دیری دی 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 دی. این چشوش اینجوری هایدی. چراغ اوی وای پشمانم ریخ. این در رو میبندم
چیز خوبی به نظر نمیرسه. خدا پشمانم داره. بایستا. نه اون چیزی. روتیدش کن. آها میتونی بگردونیش. اینجا چیزی نیست. نه آشغال خاموشش نکن. یکی ما رو داره یه جای نگاه میکنه. پشتم یه خبراییه. این افتاد یا پشتم افتاد؟ ای وای ای وای. اتاق سیف کو. در زدن. اوه قلفه. هولی شیت. let me go داداش. من غلطی نکردم جون تو. از این فاصله بگی. ای وای داره موهای. ای وای ای وای. وای بیناموس خاموش نکن. اوه 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 اوه. پاهاش اینجا ساجی. خبری نیست. یو یو. اوه اوه یه خبراییه این ورا. من که میدونم برم این توی اتفاقی میفته. علی خب میرم. ای وای ای وای ای وای گوه خوردم. داداش در بکن. تو رو جون مادرت. چی اینجا باید چیکار کنم؟ اوه 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 اوه. در واکن. تو رو جون مادرت در واکن داداش. گی خور. در واکن. I need to get the fuck out of here. میدونم باید بریم اینجا. Get out. آشغال پشت در قایم نشده باشی.
این خونه بپاچ بیرون با کلی علی علی دیری دیری دی 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 دی. خب. یه بوزی داره کرم میریزه. از کجا باید بریم بیرون حالا؟ البته اونقدر ترسناکم نبودا. باید اینا ها. ورش دار ورش دار ورش دار. فامیلی بن Family went missing. فامیلی بن میسینگ. یه خانواده گم شده. Hold on, that's my house. او این خونه Just like the منه. dream I had. The family میگه in این the شبیه picture used to اون live here. خاطراتی که داشتن. چه Why are بلایی there so many doors in the سرشون hallway? اومده؟ چرا 3 تا در توی پذیراییشون دارن؟ این خانمه چقدر آشنا بوده. وای هولی نگو که Find the key to escape library. Find the key to escape library. Take. وای! پشمانم. Load lasted save. بردار. کجا باید برم؟ واه یه جای میای به یه جای دیگه بابا ما رو ول کن ناموسن. پریدن داریم؟ نفتیم این لامه ها حاجی. فعلا اینجا آروم را بریم. شاید انرژی دویدن ما رو میخوایم برسیم به نقطه سیف کنیم گیمو بذاریم به پارت بعدی. اوه 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 اوه. از پشت مشتمون که نمیای داداش. دیری دیری. تا اینجا که باش حال کردم. امیدوارم رایگان باشه گیمش. خب باز که از اینجا اومدیم آجی. او نه اونا پا من میشد ببینم عالی میشد ولی نمیشه. ای وای ای وای ای وای این دیوز اونجاست که سلام خوشگله. چیکار باید بکنم الان؟ به تو باید نگاه کنم؟ ماشاءالله چشمه قشنگی هم داری تو داری.
نمیفهمم باید چیکار کنم. اینجا چیکار باید بکنه؟ آها. هیچی. اوه. یه دقیقه وای روشن نمیشه حاجی. وای خب آقا مثل که باید پارتو دیگه اینجا ببندی. با چی میشینه؟ یه کلید. خب رفقای عزیزم باردو هم اینجا میبندیم، من دیگه نمیتونم. امیدوارم که لذت برده باشید. پشمانم فر خود البته زیاد جامپسکر نداشت تو قضیه پارت اوله، ولی خوب احتمالا بقیه جامپسکرها پارت دوم باشه. و مرسی که تا آخر ویدیو من همراه بودید. امیدوارم که لذت برده باشید و حتما چنلمو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل بزنید که هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال بشه. و این ویدیو رو لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نپره. به شدت به حمایتاتون نیاز دارم. دم همتون گرم که تا آخر ویدیو من همراه بودید. خیلی چاکر. مواظب خودتون خوب یادتون باشید تا ویدیو بعدی.